بسم الله الرحمن الرحیم. نوید ابراهیمی هستم، متولد 1369، شهرستان ارومیه. شغلم نویسنده هستم، 20-40 کتاب منتشر کردم و درآمدم هم از همین راه هست. 4 همسر دارم از نقاط مختلف ایران. خودم شمال غرب، شهرستان ارومیه، مرکز استان آذربایجان غربی. همسر اول شهرستان آستانه اشرفیه در استان گیلان. همسر دوم شهرستان جم از استان بوشهر. همسر سوم شهرستان قائمشهر از استان مازندران. همسر چهارم شهرستان خوست و از توابع استان خراسان جنوبی. همسر اولم خانم گلیپور از استان گیلان، دارای تحصیلات تکمیلی کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی. همسر دوم هم از استان بوشهر و دیپلم دارن. الان خوبه؟ باید بیرون باشه. بیارم جلوتر. جوری شادتون بدیم که داخل نه. همسر سومم از استان مازندران، لیسانس علوم جغرافیا دارن و قبل از ازدواج شاغل بودن. مازندران، شهرستان قائمشهر، کارشناسی علوم جغرافیا دارم از دانشگاه پیام‌نور ساری. همسر چهارمم کارشناسی ارشد علوم حدیث و بسم الله الرحمن الرحیم. یه رشته دیگه 2 تا کارشناسی داشت، نمیدونم یادم رفت. برام بپرسم میخوام. تحصیلات من هم سطح 2 حوزه هست و از ارشد علوم قرآن حدیث گرایش تفسیر روایی. همسر چهارمم از استان خراسان و دارای تحصیلات تکمیلی دانشگاه حوزوی بودن و همچنان هم شاغل هستن. همه چی یادم رفت. اصلا کی هستم؟ اسمم چیه؟ از طریق پدرشون و خب ما با پدر ایشون روابط صمیمی داشتیم و راهنمایی کردن دوستان آشنایان که آقای گلیپور دختر مجردی دارند و این باعث آشنایی ما شد. به نام خدا. من همسر اول آقای ابراهیمی هستم، از استان گیلان. اصلیتم از استان گیلانه. ایشون هم که اصلیتشون از ارومیه. بعد خدا یه جوری ما رو به هم رسوند. ولی خب ما موفق شدیم که تعدد زوجاتمون در یک خانه باشه. به نفع همه هست و جزء حقوق آقایون. نمیگم بی مشکل، ولی بسیار مشکلاتمون نسبت به تعدد زوجات در چند خانه کمتر هست. مخصوصا در تعدد زوجات در چند خانه محرومیت هایی وجود داره. حتی آقا اگه زایه بشه خانم خودش صدمه میگیره. نه من با هوام دعوا نداشتم. مثلا 2 تا خواهرم با هم یه وقتایی خیلی راحت صحبت میکنیم و خیلی بعضی وقتا با هم خیلی رک حرفا رو میزنیم. بقیه فکر میکنن چقدر اینا مثلا دارن تند دارن مثلا با هم صحبت میکنن، ولی با هم راحت. خوشبختی راحتی میکنم، از زندگی راضیم. ولی وقتی میرم خانواده انگار همه با من یه جوری برخورد میکنن، انگار من که عذاب و اینا به سر میبرن، انگار میخوام به من تلقین کنن که من یکی مثلا با لحنی که بذار غرق بشه اینجوری صحبت میکنه، انگار که من تو مثلا دارم غرق میشم. خب بنده 7 تا فرزند دارم و چون خودم کارم کار پژوهشی و علمی بوده، یه آشنایی خوبی هم دارم با سیستم آموزشی خودمون در ایران. تصمیم گرفتم که به هیچ وجه به این سیستم اعتماد نکنم. گاهی اوقات می‌بینید یکی از همسران 1 ماه میرن مسافرت و نگرانی ندارن، دغدغه‌ای ندارن که آیا شوهرم یا حتی فرزندم مشکلی داشته باشه. خیلی اوقات پیش میاد که یکی از همسران مثلا به جهت بیماری یا به جهت زایمان یا به جهت هر امر دیگه 1 هفته 2 هفته 1 ماه مقدور نیست براش پیش شوهر باشه یا پیش فرزندش باشه حتی، و همتاهاشون حالا به اصطلاح ما به اصطلاح هواهاش کمکش میکنن تا زندگی پیش بره. بچه‌های من 2 تا دخترم. خیلی راحت تر شده. یعنی من 3 تا بچه پشت سر هم آوردم. از هر کی میپرسی که مثلا تک همسری بوده میگفتن ما زندگی نداشتیم. اینجوری این تعبیرا رو به کار میبرن، میگن اصلا چی بود، راحت شدیم کنم. ولی الان در حال من دارم طبیعی زندگی میکنم، راحت زندگی میکنم با اینکه 3 تا بچه هم دارم. آره یه اندازه دوست دارم، فرقی برام نداره، مثل بچهای خودم میمونه. چرا من عاشق بچه هستم. خیلی اوقات پیش اومده که مثلا مادری مریضی داشته، مادر دیگر فرزند اون مادر رو
که مریض هست نگه داشته. بچه وقتی خودش بیاد همه چی میاره.